انسان بعد مرگ، یعنی که انسان وقتی که از دنیا میگذرد تا روز قیامت، تا مثال گروه اهل جنت به جنت رفتن و گروه اهل دوزخ به دوزخ رفتن، چه مرحله ها یا که چه دوره ها را یعنی که از سر میگذرونه بعد مرگ تا جنت و دوزخ. اگر بنده به سوال های منکر و نکیر یا منکر و نکیر جواب درست گوید، از بهشت یا تیریزه کشاده میشد که از باد نسیمی فارمی آن به مشام او رسیده میستد و این چونی از بهشت کرپه ها برآورده برای او انداخته میشد و گفته میشد که نم نوم نوم نم نومت العروس عریس، یا خواب کن مانند خوابی داماد. دامادی که از توی یک روز دو روز پیش فقط تشویشی توی که دی خوابش نبردگی و دعوتاز کردگی، با روزی توی از خرسندی یک شب پیشش خواب نکردگی، شبی توی خوابش میبرد نماند، خسته شدگی است. مانند همون خواب کن و میخیزد که علاقه قیامت است. بعد میگوید که یعنی ما 1 ساعت یا 1.5 ساعت یا 1 روز نیم روز یعنی در قبر بودیم، اگرچه مثلا در زمان حضرت آدم از دنیا گذشته باشدم، یعنی هم میخیزد که قیامت است. اما نسأل الله سلامت و العافیه، کسی که جواب نداد به سوال ها به او عذاب هست. الله المستعان. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که والقبر حفرة من حفر النار، قبر یا گفتند روضة من ریاض الجنه، یا باغ از باغهای بهشت است یا یک چقری از چقری های دوزخ است. گفتند آدمی که به سوال ها جواب گفته نمیتونه، برای او از دوزخ تیریزه شده میشه و از بادی بدی دوزخ، هوای گرمی دوزخ به مشام او آمده می ایستد و در قبر او را به چند نوع عذابها عذاب داده می شود. نسأل الله السلامة و العافیه. الله تعالی از عذاب قبر در پناه اسمتش نگه دارد. آمین یا رب العالمین.